شما در همین جمعت مرد هستند، همه شما هم خدا را چطور همون چیزی که همین مادر نصیحت دارد، اینم مادر گفته ایستاده است، از عالم مردها صحبت دارد. ولی این از کجا گرفتیم؟ این از حدیث های پیامبر گرفت، این از آیات های قرآن گرفت که پیامبر ما ان الله نظیف یحب النظافه گفت. خدا پاک از پاکان دوست می‌دارد. ان الله جمیل یحب الجمال، خدا زیباست، زیباها را دوست می‌دارد. در کنز العمال خواندم که حدیث را حضرت بیان می‌کند از نام پیامبر که زن‌های بنی اسرائیل به خاطر آن که مردها چرکین می‌گشتند مبتلای به زنا شدند. برای چی من یک بار حکایه ابن عباس را برای شما آوردم که در جایگاه خواب هم خانمم هم خودم خوشبویی میکردیم بعد خواب میکردیم. خلاص نصیحت سیوم و چهارم این مادر به دختر همین بود که چشم برای دیدن و بینی برای بویدن است. کوشش کن که خانه شوهر بدن خودت تازه و خوشبو باشه. ولی من اینا را بیان دارم برادرای عزیز، شما هم در حیات چه از زنهای خودتان چه از خواهرای خودتان روبرو شدین که بسیاری از شوهرها به خاطر چرکین بودن دخترامون برای خانه را روبوچین نکردنی زنهامان جنجال ها کردن و طلاق ها رفتگی هستند. بعضیاش آنقدر خواب درازه دارن که به ساعت 8 و 9 بیدار نمی شوند. نصیحت پنجم و ششم من گفت دختر عزیز این است: دو حالت دیگر را در شوهر بسیار رعایت کن. یکی وقتی غذا، دوم وقتی خواب شوهر. خدا داناست. باور امروز 99% ما کدام ما دختر ما نشیناندیم و پیش از شوهر کردنش همین نصیحت های زیبایی که قناعت پیشه کن، با شوهرت یک دل و یک جان باش، بچم خودت تازه نگه دار، خانه شوهرت تازه نگه دار. آیا هم تا یک تا گفتیم؟ کدام ایمان؟ هم برای من گوشزد کردنی نیستم، هست شخصایی که پیدا می شوند، ولی اکثریت ما باور که از این نصیحت ها دوریم. فقط در فکر همون 12 و 13 در فکر یک ارتیست پیدا کردنیم، تمام دیگر. نصیحت پنجم و ششم مادر گفتند این است که وقتی غذای شوهر با وقتی خواب شوهر. دختری عزیز گفتند وقتی شوهر آمد کوشش کن که وقتی غذای او را تأخیر نکن. ببینید وقتی غذای شوهر را تأخیر نکن. اگر هر روز عادت شوهر در ساعت 11 خوردن باشد، همون 11 تا طعام شو آماده کن. زیرا اگر با وقتش طعامم که اگر تو آماده نکنی، شوهر از تو غضبناک می شود، همون صلح و صفایی که قبلا داشتین او از خانه شما بیگانه می شود. ولی وقتی انسان اراده خوراک خوردن میکند و وقتی خوراک طلب میکنی که ولی خوراک تیار نیست، ولی شاید بعضیاش گویند که تا اندازه ممکن بی معنی و بی ترتیب باشن که خیلی مقصد برای در یکان جای دیگه میخری آخر، یا یک ساعت دیر شید دنیا چپه میشود. ببینید وقتی این معامله ها از طرف زن به شوهر میشود، انسان چگونه بی غضب باقی میماند؟
وقتی غذای شوهر باید حتمی رعایت شود گفت. دختری عزیز، و وقتی خواب شوهرم مثل وقتی غذا باید رعایت شود. دختری عزیز، و وقتی ساعت خواب شوهر که آمد، برای او همون جایگاه خوابش تیار و برای او مقصد درهای پوشیده. بعضی از زنها را ما میدانیم در همین حاضره عصر که خانه ها را تاریک میکنند، خانه ها را سلقین میکنند، درها را میپوشند و حتی کودک ها را در اطراف همون خانه ای که شوهر خوابیده است همونجا دور زدن نمیمانند که رفته شما در بیرون ها مقصد بازی کنین تا زمانی که پدرت از خواب خیزد. و این چگونه نیت های نیکه که شما اگر یکی آواز میبرارین، یکی بازی میکنین، پدرتان مقصد خواب زده میشود، پره خوابش نمیگیرد.